ملت دویم سرجم بکن ملت مرات بیک جو هر کس که بود دشمنی ملت تاجی در هر جهان سوز مرا عاجز و رسوا بین که نو عداوت بکنه سینه خود دور ای دوست اگر داری تو اندیشه فردا ای دوست اگر داری تو اندیشه فردا زنگه که یه با عصبات آروم کن از کجا اومدی چی گپه در قشلا محل چی گپه زنگا چی میگو وگه گزم توی اومدم توی؟ بله توی توی این طرف توی این طرف توی خب شما میدونید همه مادرها پدرها فرزنداشون زن بسادن نبیرهاشون زن بسادن شما باشه روز تابه که فقط درین شما به این سویسا در یکون جای کنسرواتوری قبول نمیکنن هم کنسرواتوری تو قبول هم کند بس خودم زنه که چی در دوره مقصدت بود چی در دارم آن نبیره ما تموم شده است آخه این زن دادن ای زنه این بچه را آیله دار کنه میگویی اوی بچه آرمی رفتنش در کار این خدمت کردنش در کار همه همسینفوش رفیقوش رفته خدمت میکنن و تو چند ساله این پینه ها میگی توکل این مختم میگی رس میکنی تینا و آرمی رفتنش در کار بزنه همیشون من دو سه چهار نفر همسینفونم مسئولیت کردن که به خدمت مادر وطن روم انا بعد اومده این بچه ها مشکل این بچه ها زنه جان این بچه ها و بچه های پیشتره نه اینو یک غرور مردمگی دارن و اینو زوده استقلالیت هم فرزندهای دوره استقلالیت هم تو بچه های پیشتره به سرکشی میگرن به مادرها شما دایم همین فرزنده رو مانع میکنه رس میکنه همه رفیقاش رفته پیشش خدمت کرده اومد و ما نرم رفته خدمت کرد ما شکر کنیم که ما وطن داریم زنه چه خیلی گفت زنان و باری کش به منزل نمیرسد میگو و گفت زنان ها همه گفت زنان میبر و دمت بیجان شما خود رو با دست گیره بابا جان من با همراهی همسینفونم به کمیسریت حربی رفته بودم خب خدا خواهد شما با همی بیجان هم یک فاتحه دهید ما به خدمت سلام علیکم من از کمیسریت حربی ناحیه ندارتون هجده بدار بودی نه؟ من دعوت دومم خوب کردی بودی بچه همین جوانا را مادراش و اکثریت مادرها سرکشی میکنن رس میکنن پنهون میکنن میگرزونن و ما شکر کنیم که وطن داره وای وطن همین جوانا حمایه میکنن پدر و مادر حمایه میکنن کی حمایه میکنن و مسئولیت ما پدر و مادرها بابای بیبیا همین است که فرزنده رو در راه خوب تربیت کنیم وای زن میرسی بلا دسترش گرفتار میکنیم دیگه چیکاری میکنن شکر گروه چکر به همه خدا هی باباش شما همه
شما شما گفترونه که چه دیگران گفترونه که شما یا بخور بشم مشکل ما باید زنک جان که شکر کنیم که ما وطن داریم و این جوانو رفته منو توی وطن حمایه نکنه چی میکنن بزرگان ما گذشته های ما بیهوده نگفته بودن هر کی در خاک وطن خاک شود سلطان است هر کی در خاک وطن خاک شود سلطان است جانسپاری در راهش عهد جوان مردان است کس اگر دوست ندارد وطن ایمانش کو دوستداری وطن فرض اگر وجدان است کوردلهای وطن را نمکش سازد کور کوردلهای وطن را نمکش سازد کور پاس دارد وطنش هر کی اگر انسان است انسان است انسان است زنک را بچه من 100 جون روزی بیبیتم میشه من خدا من روزی کنم سلامت بچه شما کنات و خدا رحمت شما